سرخط مهمترین خبرها: انتقال برق از تاجیکستان به خارج زیاد شده است. کمک‌های بشری از آسمان و زمین برای ساکنان گرسنه غزه و یک کارمند اداره انداز بعد گرفتن پاره از صاحبکار بازداشت شده است. سلام بینندگان عزیز، با امید هفته خوب و خوش برای شما برنامه نوید بامدادی را آغاز می‌کنیم. امروز 28 ایول سال 2025 است. تاجیکستان در نیمه اولی سال روان به خارج 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 56% بیشتر میباشد. به گزارش وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان، کشور از حساب فروش برق 322.6 میلیون سومانی یا 33.8 میلیون دلار به دست آورده است. وزارت گفته است بخش اساسی برق یا 718 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان و باقی مانده 395 میلیون کیلووات دیگر به ازبکستان انتقال داده شده است. در گذشته تنقیدهای صدا داده بود که بگذار مقامات تاجیکستان اول شهروندان خود را با برق تامین کنند و سپس برق زیادتی را به خارج فروشند. وزارت انرژتیک ظاهرا در پاسخ به این انتقاد نوشته است 90% برق صادراتی در ماه‌های می ایان و در دوره زیاد گردیدن ریزش آب در دریاها انتقال داده شده است. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. ساکنان تاجیکستان در فصل‌های تیر ماه و زمستان با محدودیت برق میگیرند. ساکنان چندین منطقه تاجیکستان شکایت دارند که امسال در فصل تابستان هم پره با برق تامین نیستند. دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان 25 ایول در نشست خبری محدودیت برق در فصل تابستان را تصدیق کرد و سبب آن را به تأثیر گرمای زیاد به تجهیزات‌های برق رسانی گفت. در پی نگرانی سازمان‌های امدادرسان از قحطی گسترده در نوار غزه، ورود کمک‌های بشری از آسمان و زمین به این باریکه زیاد شد. القاهره خبرگزاری دولتی مصر روز یکشنبه 27 ایول گزارش داد که انتقال یاری‌های بشردوستانه از مصر به غزه آغاز شده است. ارتش اسرائیل هم با نشر چند نوار خبر داد که برای ساکنان غزه از هوا کمک‌های بشردوستانه پرتافتند. در پی بد شدن وضع بشری در غزه، بریتانیای کبیر، اردن و امارات متحده عرب هم اعلام کردند که برای ساکنان غزه از آسمان یاری‌های بشردوستانه می‌پرتایند، ولی نمایندگان آژانسی امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی میگویند پرتاب کمک‌ها از هوا گران و بی‌اثر است و می‌توانند برای گرسنگان خطر ایجاد کند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با هدف آسان کردن کار سازمان‌های امدادرسان و رساندن یاری‌های بیشتر برای ساکنان غزه در چند منطقه این باریکه روزانه عملیات جنگی را ختم می‌کند. در خبر ارتش اسرائیل آمده است عملیات جنگی از ساعت 10 تا 20 در منطقه‌های علاهده غزه از جمله المواسی، دیر البلح و شهر غزه متوقف می شود. سازمان‌های امدادرسان ارتش اسرائیل را با آن متهم می‌کنند که برای رساندن کمک‌های بشری و ساکنان غزه محدودیت‌های زیاد جاری کرده است. اسرائیل در نوبت خود سازمان ملل و دیگر تشکیلات‌های یاری رسان در غزه را به بی‌ثمر بودن کارشان متهم می‌کند. جامعه جهانی روزهای اخیر فشار بر اسرائیل را زیاد کرده است تا این کشور در غزه آتش بس جاری کرده به ورود همه کمک‌های بشری به این باریکه اجازه بدهد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در نیمه اولی سال روان به بودجه تاجیکستان از حساب جریمه و دیگر مجازات‌ها 269.4 میلیون سومانی یا 28.2 میلیون دلار وارد شده است. این مبلغ از پیش‌بینی مقامات 84 میلیون سومانی یا 8.8 میلیون دلار بیشتر بوده است. این آمارها در یک گزارش وزارت مالیه تاجیکستان نشر شدند که رادیوی آزادی 27 ایول با این گزارش شناس شد. مقامات شرح ندادند که در نیمه اول امسال ساکنان بیشتر برای کدام قانون شکنی جریمه شدند. در تاجیکستان شکایت‌ها از جریمه زیاد و هنگفت بارها صدا داده است. و گزارش وزارت مالیه تاجیکستان نقشه درآمد بودجه کشور در نیمه اول سال روان بر زیاد اجرا شده است. در نیم سال به بودجه تاجیکستان به جای 24.6 میلیارد سومانی 27.4 میلیارد سومانی وارد شده است. در گزارش وزارت مالیه آمده است که در نیم سال اول بجز انداز از فروش نقشه دیگر نماد مالیات‌ها بر زیاد اجرا شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب مالیات یا انداز و بوج‌های گمرکی پر می شود. صاحبکاران بارها از انداز بلند و جریمه‌های هنگفت شکایت کردند. آژانسی ضد فساد تاجیکستان از بازداشت یک کارمند اداره اندازه ناحیه سینو خبر داده است. به اطلاع منبع این کارمند برای قطع کردن فعالیت صاحبکاری از یک نفر 55,000 سومانی پاره طلب کرده قریب 50,000 سومانیش را گرفته است. نظر این کارمند که از لطیپوف او نام برده شده است به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه آژانسی ضد فساد آمده است که متخصص اداره انداز بعد گرفتن مبلغ نهایی بازداشت شد. آژانسی ضد فساد خبر داده است که پرونده لطیپوف او بر اساس ماده 319 کدکس جنایی
یعنی گرفتن پاره به دادگاه فرستاده شده است. این بندی قانون جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. فساد از مشکل‌های اساسی تاجیکستان گفته می‌شود و سالانه ده‌ها کارمند دولتی از جمله کارمندان مقامات حفظ حقوق و میز حربی با جرم گرفتن پاره دستگیر می‌شوند. تاجیکستان برای محصلین افغانستانی 25 بورسیه تحصیل در مکتب‌های عالی جدا کرده است. در این باره محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در فیسبوک خبر داده است. سفیر نوشته است که در وقت انتخاب داوطلبان به دختران برتری داده می شود. ظاهر اغبر نگفته است که بورسیه های تحصیل برای خوانندگان مکتب سامانیان در کدام رشته ها جدا شدند. مقامات تاجیکستان هم در این باره خبر ندادند، ولی از روی آمار امسال شماره کوتا های جدا شده برای محصلین افغانستانی در تاجیکستان نظر به سالهای گذشته کمتر است. تاجیکستان در سال تحصیلی 2023-24 برای شهروندان افغانستان 40 بورسیه جدا کرده بود، ولی امسال همگی 25 عدد. تا سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 1000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌خواندند، ولی حالا شماره آنها خیلی کم شده است. در یک از گوشه‌های شهر خوجند در کارگاهی که بوی رنگ و چوب می‌کند مرد مشغول کار است. اینامجان احمدوف تجربه نیم عصره رسامی دارد و می‌گوید سال‌های اخیر هنرش پرطرفدار شده است. همکاران ما با این هنرمند صحبت کردند که پاره از آن را با هم ببینیم. 50 سال می‌شود که من در همین ساحه کار و فعالیت می‌کنم. صنعتی تصویری، صنعتی آرایش عملی. در رشد صنعتی تصویری و آرایش عملی سهم خود را گذاشته ایستادم. کارهای ما در کوه نوروز سال 2013 تمام کردیم چه ما کارشه. سال 2008 ما در دنقره کار کردیم. اونجا ما خرمشهر ساختیم. آشانه یکمی، سقف آشانه یکمی همون خرمشهر همش کندلکاری 636 کوادرات کندلکاری کردیم موجود و اثرهای من گوییم میشد و همراهان من در آثارخانه تاجیکستان در ترکیه در همونجا گذاشته شده است. من اعضای اتفاق رسامانی اتحادی شوروی بیشتر اتحادی شوروی بود، بعدتر اعضای اتفاق رسامانی تاجیکستان، اعضای اکادمی مصوران تاجیکستان، دارنده جایزه کمال خوجندی ولایتی و آخران مکافات دولتی و سزاوار شدم. این هم باشد مدال خدمت شایسته. صنعتی آرایش عملی، این کندلنگاری، این نقاشی حالا رشد یافته است. و جهانیان بار دیگر ما نشان داده ایستادیم که تا کدام درجه ما صنعتی زیبا داریم، ما هنری زیبا داریم. هنری خلق قدیمه بودنی ما رو از هنرهای ما فهمیدن ممکن و امروز رشد یافته ایستاده است. ما شاگرد تیار کرده ایستادیم که تا از بین همین هنر نرود و سالهای طولانی باز این هنر دوام داده شود و تاجیکان در درجه بلندی هنر و هنرمندی رسیده ایستادند. ما اونجا دوستی خلق‌ها دوستی سه دولت نشان داده شده است. در اینجا من پرچم قرغیز، اینجا نقش قرغیزی، پرچم تاجیک نقش تاجیکی، پرچم ازبک نقش ازبکی. اینجا اگر اهمیت داده باشید رنگی گلابی هست و اینجا کبوتر هست. این کبوتر رمزی صلح می باشد. من خواستم که دوستی و مستحکم تر شود. تاجیکان، ازبک، قرغیز مستحکم شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ایول را فرا می‌گیرد. 28 ایول سال 2005 در یک قرار بی‌سابقه دادگاه ژورنالیست منعقد حکومت جمعه طالب را به 2 سال زندان محکوم کرد.
او را در برآمدن از حد وکالت خدمتی و نقض قانون دخل ناپذیری منزل گناهکار کردند. زندانی شدن ژورنالیست موج انتقادها را در داخل و خارج برانگیخت. نهایت بعد نیم سال به آزادی برآمد. 28 ایول روز جهانی گپاتیت است و در تاجیکستان هم کم از 10,000 نفر از این بیماری سیرایتی اذیت می شوند. طبیبان یک سبب پهنشوی آن را در نبود دسترسی به آب پاک می نامند. 28 ایول سال 2011 مقامات آژانس مبارزه با نشه گفتند آوازخوان معروف سهراب سفرزاد از استفاده امفیتامین که در ترکیبش مقداری کمی مواد مخدر دارد فوتیده است. سهراب سفرزاد که او را موین تاجیک هم میگفتند در 30 سالگی و در اوج معروفیت کسبیش ماه دکبر سال 2010 درگذشت. خانواده او علت مرگش را سکته قلبی گفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 950 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، بر پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.